як همین کتابا یکتاش شما میخونید، یکتاش اویلاتون میخونه، یکتاش پدراتون میخونه. کتاب یک چیز خوبه. همین نورسултан Назарбаев گفته بود که همین лучше наставник это книга. Терпеливо ждет, когда ты читаешь. بهترین استاد وقتی صبر کرده میستد که تو وقت میابی. خوبی همین چی؟ من این چیز تجربه کرده 26 سال تجربه‌ام گفته استادم. همون شاگردای من که من دیدم که همین کیسه خونش با ما هم مناسبت عائلویش دیگه شد، هم پدر و مادرش فهمیشش دیگه شد، هم بس فرزندش قبلش به استاد بیزنسش یاردم کردن اصلا. چیواکی فکرانه همش یخیله شدنش در کار. همون سنسته که شما باهای فرزند من بودنش در کار کار. همونو یک جویا استا همین من نتیجه داد. کتاب ما همین نوشته که رنگ ساعت بگن درونش با مخابیکا همین مخابیکا یاردم میکنه ساعت безпрерывно نگرده. نگروسکا تقسیم میشه. ساعت با بعضیش مخابیک کلون، بعضیش مایدا. اینا عائله بری. ما همین نوشته هستم که هر یک کتاب یک پارامتر حیات شما دیگه میگه. یکتاش میشینه دیگه میکنه. یکتاش درآمد زیاد میکنه. یکتاش مناسبت با خود میکنه. یکتاش شما با عقلتون پورا میکنه. دуховность میکنه شما. سنستاتون با خود میکنه. هر یک تیهوا یک پارامتر میسازه. اساس میبینید که 2 سال 3 سال پس اون شخصیتتون دیگه شد. این به ضرور سمینی کلتورتون تاثیرش رسیدنش در کار. اگر این کارا کنید آسان‌تر میشه. عائله قتی صحبت کرده، گپ زدن، کار کردن. همین عائله یاردمچی بودنش در کار.